غزل پهلوان در میدان. غزل هست طلبگاری غزل. غزل پهلوان. او یک پهلوان از مومن آباد، ابوبکر زایروف. مرحمت بیا. ابوبکر زایروف غزل از یوان. ای بابا برای فکس میگیرم بگو ما اکیم جوادم گوشتین بگیرم تا چه نخودار گوشتین بگیرم بگو فکس میگه کلام رو نگردشتگی فکس میگه برای بگو ما اکیم جوادم گوشتین بگیرم تا چه نخودار گوشتین بگیرم برای میش برای چند ما شبکا خب در نزد ما حاجی مشرف رحمانوف در پهلوی غزل پهلوان نشستند. غزل پهلوانی یوان و حاجی مشرف بیا یک جدا این میگیره. این غزل این میگیره. میگم ما یک جایواشم میگیریم. بیا فرق نداره. خیس همین قدر رکلام ایتون میکنیم باور کن میبریم میاریم آخر ده میاریم دیلا رنگ توتی ماینا کار میکنه. گوشتین 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 باید از گوشتینگیر یاد گرفت. امروز در این معرکه بهترین پهلوانان جهان اشتراک دارند. امروز در معرکه دو روزه تکلیف کردیم، ای درساش آزاد کردیم، التماس کردیم که در این معرکه دیار کلاب رسول باقیوف اشتراک کند. برادرای عزیز پهلوانی هست که حالی نگفته است از یک جایم از لنسکیم فلانیم در وقتش انا در همه خیل میدان ها گشتین گرفتگی هست، دیسکاش هست، میتونن استفاده برین تماشا کنین. امروز پهلوانای ما از یک ناحیه یا که دین یک جا شیر برینج خوردن فلان کردن برای این گشتین گرین در میدان. هر دی پهلوانان بالتبای قربان علیوف ددخان در رنگ اعلام کرده شد. هر دی پهلوانا دا یک قالینی هدیه کنیم.